سلام مجدد، وقت بخیر. شرکت آذروین تولید کننده در پنجره‌های دو جداره آلومینیوم و نمای شیشه‌ای. همونطور که مشاهده می‌کنید سر یک از پروژه‌های واقع در عفیف آباد شیراز اومدیم کار کردیم. پنجره‌های آلومینیوم شرکت آکبا، رنگ شامپاینی، ترمال بریک، نمای جلوشون اومدیم شیشه‌های لامینت اردکان ریاض کار کردیم. دلیلش اینه که شهرداری شیراز شیشه‌های بزرگتر از 1.5 متر مربع از سال 1403 اجبار کردن از نوع ضد ریزش و لامینت باشه. حالا به اتفاق میریم بقیه پروژه رو هم مشاهده میکنیم. همونطور که میبینید پنجره طبقه اول پروفیل یک تیکه سفارشی شرکت آکبا تقریبا و پنجره ها هم همینطور که میبینید لیفتن اسلاید با یراق زیگینیای آلمان. این پروفیل از نوع مونوریل سری 143 شرکت آکبا هستش که از نوع عایق بندی خیلی خوب برخوردار هست.